وقتی که کعب بن مالک رضی الله عنه به غزوه تبوک اشتراک نکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که برگشتن در آمده عذر خود را بیان کرد که یا رسول الله من همه عذر خود را بیان میکنم اونایی که اشتراک نکردن. حضرت کعب گفت که یا رسول الله من یگان عذری نداشتم، من اگر در نزد یگان پادشاه یا امیری از امیران دنیا میشدم لقد اعطیت جدلا، من یک انسانی است که سخندان هستم، بسیار صاحب جدل و مناقشه هستم، من از آنجا به یک اسلوب برآمده می رفتم، یعنی خودم را سفید کرده می تونستم. لیکن شما که پیغمبر هستید، اگر من امروز در نزد شما سخن دروغ گویم و از نزد شما خلاص خورم، فردا الله تعالی وحی می فرارد و مرا سخنم دروغ بودنش رو به شما خبر می دهد. بنابراین من امروز دیگه چاره ای ندارم، در نزد شما سخنی راست میگویم. وقتی که گفت که من بی یگان سبب به غزوه اشتراک نکردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم که اما هذا فقط صدق، این راست گفتن. بعد صحابگان کرام رو منع کردند که یگان انسان همراهی کعب بن مالک سخن نکند، سلام علیک نکند، رفت و آمد نکند. حتی همسرانی اینها رو منع کردند از نزدیک شدن به اینها و خدمت اینها. 50 روز در زمین میگه کعب بن مالک مانند شتر عجرب میگشتیم. شتر عجرب یعنی شتری که به پوستش یه بیماری رسیده است که اگر به دیگر شترها رسد بیماری سرایت میکند. بعد مردم این شتر را دفع میکردن، سور میکردن از نزد خودشون که تا اینکه به مردم هم نرسد و به شترها هم آمیخته نشود، تا اینکه بیماری پهن شود. مانند شتر عجرب بودم. خیلی که الله تعالی ما را در قرآن وصف کرد وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض. الله تعالی میگه که زمین با وجودی وسیعیش برای آنها تنگی کرد. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با وجودی وسیعیش برای اینها تنگی کرد. و ضاقت علیهم انفسهم، نفسهایشان برایشان تنگی کرد. هیچ کسی، آنها محبوس نبودند، آنها زندانی نبودند، آنها میگشتند در روی زمین، ولی به داخل نفس خودشان گنجایش نداشتند از سبب آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن معامله را با آنها. در همین حالت بود. میگوید یگانه شخصیتی که از من باید روی نمیگرداند این پسر عمکم هست. محبوب ترین شخص برای من پسر عمکم بود و او مرا خیلی دوست می داشت. بنابراین من 100% باوری کامل داشتم که یگانه شخصی که مرا در این حالت تنها نمیگذارد این پسر عمکم است. بعد به نزد پسر عمکم رفتم، به باغش رفتم که در باغش کار میکرد. وقتی که وارد باغ شدم برای او سلام دادم. فوالله ما رد علی السلام، قسم به نام الله تعالی که به سلام من علیک نگرفت. برای چی؟ برای آنکه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمنان از نفسهاشان دیده اولاتر بود، حالا آنکه پسر عمک یا پدر و فرزند. پیغمبر وقتی که من کردن که قطعی اینها صحبت نکنید، یگان کس دیگر قطعی هاشون صحبت نکرد. این بود محبت صحابگان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سیره صحابه ها، در ترجمه حال آنها مملو از محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نمیشود همه آن را در این وقتی تنگ ذکر کرد.